اما شخصیت آقای کوتاه بفرمایید که چند آقای احمدی نژاد رو نمیشه، انقدر شخصیت ایشون پیچیده هستش که نمیشه در فاصله چند دقیقه گفت، ولی اون چیزی که مشخص هست ایشون فردی هستن که در حقیقت نیاز بسیار به توجه دارن، به تایید دارن، به مطرح شدن دارن. به نظر من از ویژگی‌های شخصیت خودشیفته برخوردار هستن، حقیقت در مشت هستن و انتقاد گریز و در این حال هم سیمپتومز های دلوژن دارن، اوهامگرا هستن، دچار توهم هستن. البته یک همچین ویژگی هایی رو در حقیقت در روانشناسی ما نمیتونیم برچسب بزنیم که آقای احمدی نژاد هستند، ولی عملکرد ایشون و مصاحباتی که در رابطه با حاله‌ای که ایشون همواره در ارتباط باشه، حضور فرزند امام غائب و دستوراتی که ایشون از امام مهدی غائب میگیرن برای سمت سو دادن مسائل اجتماعی، سیاسی و کشوری، اینها خودش در قالب روانشناسی به نام توهمگرایی و یا این حرفای خلاف واقع گفتنشو چگونه شما مانیپولیشن، حرفایی رو که واقعا ایشون یک بازیگر حرفاند باز هستن که حقایق رو همونگونه که خدمتون عرض کردم وارونه جلوه دادن حقیقت. آیا حرکات بدنی شما در مصاحبه دیدین با خانم کیتی کوریک و آقای لری کینگ، آیا حرکات بدنی احمدی نژاد نشون میده که داره حرفی خلاف واقع رو میزنه؟ والا حرکات، ببینید آقای احمدی نژاد، ما نمیتونیم به صورت حرکات بدنی، یعنی من از اون دسته از روانشناسان نیستم که روی حرکات بدنی بخوام فرضاً یه جمع‌بندی به شما اشاره بکنم. آقای احمدی نژاد ترین شده، یعنی خیلی راحت ایشون میتونن با میدیا ارتباط برقرار بکنن، پشت میکروفون سخنرانی بکنن و تلاش بکنن که شما رو مجاب بکنن و تلاش بکنن که جملات و حرفها و واژه‌های زیبا به کار برن و محق، و قصدشون در حقیقت مجاب کردن مردم و در حقیقت مقبولیت و محبوبیت، اما به خاطر تضاد فاحشی که بین کلمات و گفته‌ها و عملکرد ایشون وجود داره قادر نبودند که به این در حقیقت خواست خودشون جامعه عمل بپوشونن، چون واقعا یا ایشون احساس میکنن که مردم، هوش عمومی مردم در حقیقت یک دیجیتی هستش، یا اینکه ایشون خودشون یک رقمی هستش، یا اینکه خودشون ایشون با واقعیت در ارتباط نیستن، با واقعیت قطع ارتباط دارن. شخصیت‌های خودشیفته مثل آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد در اینجا هستش که با همین پل ارتباطی و در حقیقت عاطفی و روانی هم برقرار کردن و گره خوردن. این دو کنار هم دیگه در حقیقت نماد آن چیزی است که جوهر اصلی این ساختار رو به وجود میاره. فقط خود آقای خامنه‌ای هم چند هفته پیش در یکی از سخنرانی‌هاشون گفته بودن که از لحاظ فکری خیلی هم آقای شبیه نژاد به ما نزدیک، به من نزدیک‌تر هستن. به سوئد می‌رویم. دوستی به نام فریدون، سلام بفرمایید. فریدون در سوئد. سلام خدمت شما و مهمانان عزیزتون. دو تا سوال داشتم. سوال اول برای خانم دکتر صاحب در ارتباط با احمدی نژاد و مصاحبهش با خبرنگار CBS. میخواستم بدونم ایشون منتخب 70 میلیون چرا باید از یک زن فلسطینی که اون هم مقیم آلمان هستش حمایت بکنه؟ و یک سوال داشتم برای آقای تغییرزاده. نیروگاه بوشهر ما میدونیم که نیمه تمام از زمان شاه و روسیه تصمیم به تکمیل اون گرفته. فکر کنم حدود 14 ساله که اینها میخوان اینو تکمیل بکنن. بله. نورمال چقدر طول میکشه که بخواد یه نیروگاه ساخته بشه؟ ممنونم. و چقدر هزینه میبره؟ و این بعد از 14 سال هنوز تکمیل نشده. سپاسگزاریم از شما آقای فریدون در سوئد. میخواین شما سوال اول رو جواب بدید؟ والا اولا من موافق نیستم با ایشون که ایشون منتخب 70 میلیون هستن. در ثانی مسئله خانم فلسطینی مسئله تازه‌ای نیستش. این حکومت که احمدی نژاد هم نمودار این حکومت هستش همواره اولویت رو در حقیقت به مسائل فلسطین و نمیدونم اسرائیل و حزب الله و غیره داده، همچنین که میلیون ها دلار از پول ایران رو، کشور ایران رو به جای اینکه در راه بهبود اقتصادی مردم به خرج بکنه به حماس و حزب الله فرستاده. پس بنابراین قبل از که آقای تقی‌زاده پاسخ سوال دوم بدن، دوستی در فیسبوک به نام علی میگوید او به عنوان رئیس جمهوری فلسطین صحبت کرد، سخنرانی شد در سازمان ملل، بیش از 60% وقتش را به اسرائیل اختصاص داد، بقیه‌اش هم که تاریخ ادیان و اخلاق بود که خود او بیش از همه محتاج شنیدن و به کار بستن آن تعالیم بود. آقای تقی‌زاده سوال دوم این دوستمون رو میتونین پاسخ بدین؟
در مورد ساختن راکتوری در اندازه‌های بوشهر متوسط بین 7 تا 10 سال زمان احتیاج است که این باز یک اشاره است به اینکه برنامه‌های اتمی ایران برای تولید 20,000 مگاوات برق اتمی در 15 سال عملی نخواهد شد. در مورد راکتور بوشهر هزینه‌های این راکتورها هم در حدود 1 میلیارد دلار که هزینه بوشهر تا به حال با محاسبه هزینه اولیه به 2 برابر این میزان افزایش پیدا کرده و زمان لازم برای ساختن اون 2 برابر زمان متوسط از زمانی که روس‌ها ادامه این قرارداد رو به عهده گرفتند. در مورد بوشهر به هر حال تأخیرهایی که صورت گرفته هم دلایل فنی و هم دلایل سیاسی داشته و من تصور میکنم در صورت عدم حل مسائل و مشکلات سیاسی راکتور بوشهر علیرغم اینکه این بار روسا سوخت این راکتور رو هم به ایران تحویل دادن و این بار قرار گذاشتن که در زمستان امسال که حالا زمستان هم در حال از میان رفتن هست افتتاح خواهند کرد، هنوز راکتور بوشهر دچار مشکل برای بازگشایی خواهد بود مگر اینکه مشکلات حل بشه. البته یکی از این مشکلات این هست که در جلسه روز اول اکتبر در ژنو مابین گروه 5+1 و ایران توافق‌های اصولی اولیه جدی پیش بیاد. اگر این توافق‌ها پیش نیاد مانع جدی باز دوباره برای تأخیر راه اندازی بوشهر پیش خواهد اومد. بله. دوستی تحت عنوان چه کسی بزرگترین اقدام علیه امنیت ملی را انجام داده؟ آقای تقی‌زاده میگوید چه کسی بزرگترین اقدام علیه امنیت رو انجام میدهد؟ کسی که رأی واقعی خود را میخواهد یا احمدی نژاد که با تحریک یک کشور خارجی برای حمله به ایران با شعار مکرر محو اسرائیل بیشترین خطر برای امنیت ملی و جان و مال ایرانیان را به وجود آورده؟ آیا تقاضای انتخابات سالم اقدام علیه امنیت ملی است یا سخنان تحریک‌آمیز محو و نابودی دیگران و تشویق یک کشور خارجی برای حمله و ویرانی ایران زمین؟ آقای تقی‌زاده. به هر حال این حق مردم ما هست که جامعه آزاد داشته باشن، حکومتی آزاد داشته باشن، حکومت مترقی داشته باشن، ولی دولت با تعریف غلط از امنیت ملی تداوم خودش در حکومت رو به عنوان امنیت ملی میفروشه و دفاع از موجودیت خودش رو دفاع از امنیت ملی ایران قرار میده. بنابراین این دو تا در تضاد با هم قرار میگیرن و اقداماتی که دولت انجام میده یقینا به زیان امنیت ملی مردم است و هزینه‌هایی است که به شونه مردم برای ادامه حکومت دولت فعلی صرف میشه. آقای تقی‌زاده، این آزمایش موشکی که سپاه پاسداران مشغول انجامش از دیروز شروع شده، آیا این به نحوی ارتباط پیدا میکنه با این مسئله جدید هسته‌ای؟ بی تردید ایران همیشه زمانی که در روابط خارجی دچار مشکل بوده در داخل حداقل برای نشان دادن عزم راسخ و یا داشتن قدرت مبادرت به یکی از این آزمایش‌ها یا یکی از این مانورهای سرزده کرده که البته این یکی رو به مناسبت دهه جنگ با عراق هم هفته جنگ با عراق هم ادامه دادن. ایران به هر حال به علت برنامه‌های اتمی دارای دچار فشار خارجی شده و این یکی از وسیله‌هایی است که ایران با مبادرت کردن به اون و توسل به هر حال آزمایش‌های موشکی میخواد نشون بده که دارای قدرت و از طرف دیگه عزم راسخ داره که پای این برنامه‌ها بیسته. البته علامت خوبی نیست و تشنج در روابط خارجی ایران باز هم زیادتر میکنه در موقعیتی که ایران همونطور که عرض کردم تحت فشار خارجی است. بله. خب حدود 15-20 ثانیه وقت داریم. آیا کلام آخر رو میخواین شما داشته باشید؟ کلام آخر این هستش که جامعه جهانی و امریکا باید مسئله حقوق بشر و دموکراسی رو در ایران جدی بگیره. تنها مسئله صلح جهانی در ارتباط فقط با سلاح هسته‌ای نیستش، بلکه مسئله تروریسم و مسئله در حقیقت کشتار و شکنجه و اسارت مردم در کشورهایی یا در حکومت‌هایی که تابع اختناق سیاه هستند خودش میتونه صلح جهانی رو به خطر بیاندازه. خواهش من از دولت امریکا و آقای در حقیقت اوباما این هستش که در مذاکرات اول اکتبر حتما مسئله دموکراسی حقوق بشر رو در میز مذاکره بگذارن. سپاسگزارم از شما خانم دکتر ساید و از شما آقای تقی‌زاده برای حضور در برنامه امشب 2 روز اول. براتون آرزوی سلامت و موفقیت دارم. دوستان عزیز، برنامه را در اینجا به پایان میبرم. تا یک شنبه آینده با آقای علیرضا نوری‌زاده خواهیم بود در مورد مهمترین تحولات ایران و منطقه با ایشون صحبت خواهیم کرد. تا شنبه آینده همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار. ممنون.